شد زن شهری؟ مرا دیده در حیرتی؟ فکر کردی مرا نیست میکنی؟ شامتی تو مرا نیست میکند فکر کردی؟ ها؟ بس کن کندال، گپ رو زیاد نکن، شده گذشت. دخترم تو به حجره رفت. مادر جان، آنها رو حمایه کردن بس بودگیست. کی میداند حیات کدام بیچاره را سوزاندی؟ با جای تو کی در زندان پوسیده می رود؟ من تو را میکشم. اینجا بیا. اینجا بیا مادر جان! مادر جان! در بشو! اینجا بیا. یاد رسانید مادر جان! آخر مادرم رو بکشم! یاد رسانید! حیوان من را میکشم. در بشو! حیوان مگر من تو را نمیکشم. یاد رسانید مادر جان! آخر مادرم رو بکشم! یاد رسانید! مادر جان! یا جسدی در بشو! کبینم دیوان خدای خودم! تو با خدای ماست. کشنده را! حیوان روزگر! روزگر خوب هستی من تو چی شد روزگر اینجا بیا. من حالا کارم را تمام نکردم. من تو چی شد روزگر دوریش در کجاست دوریش؟ در روزگر بیا خود بیا روزگر دادر جان کندال در رو کشو. روزگر نفس کشیدن نمیتوانم. او من چی در داری زنک؟ چی در داری؟ من چرا تو رو نکشم؟ چرا نکشم؟ نفس کش دودر جان نفس کش. نیست در حجره نیست در آشخانه یک طرف استید. بسرم امک! دودرم میمورد دودرم! روزگر پسرم نفس کش نفس کش پسرم روزگر پسرم روزگر اوه خدا چشمش را گشاد.
چشمش را گشاد. به خدا شکر. ابرو با بیمور خانه بریم. این عائله را متحد کردن همین قدر مشکل است. هم مشکل. پسرم این چی بود؟ برادرم میمورد گفتن در رو شکسته در اومدن. تو چه حق داری که با امکت مقابل میبرایی؟ من به تو چند بار گفتم که از اون زن و فرزندانی او دور گرد. تو باشه به جای خودت رو به همه رو حمایه کردن. باران مادر جان، من ابرو رو برای شما رو عذاب دادنش و به امکم تهمت کردنش هرگز نمیبخشم، ولی خیر نباشد چرا قهرمانی میکنی؟ کاری تو چی؟ این وظیفه تو نیست. منجگران کنند. باری دویم است که تو به امکت مقابل میبرایی. مادر جان با من گوش کن. حاضر به من راستش رو جواب میدهی؟ اول اون دختری بد اخلاق رو حمایه کردی، حاضر باشد اون زن رو حمایه میکنی. این همش چی معنی دارد؟ مادر، روزگار جانک اپا خوب هستی؟ خوب هستم مادر جان. خوب همش خوب. باران یاری داد. اکاش او رو نجات داد. شما چی گفتن میخواهید؟ باران نجات داد. ندیدی؟ من این طرف فکر نمیکنم. او نمیخواست که امکش شما را کشد. همه که دوست داشتم قاتل نشد گفته است. خودتان را بیهوده فریب نکنید.
خدا، هر روز پسرم از من دور شده ایستاده است. ای خدا جان، التماس به من کمک کن که بارانی من رو از دستی من نگیرند. گندال حالا هم نامده است؟ نه مادر جان، حالا نامدند. مادر جان، بارون چی کار کرد؟ خون البته می کشد. دادرم رو نجات می دهم گفته در و دیوار رو چپه کرد. من به شما یک چیز می گویم. روند می گویدم، ولی اگر ینگه ابرو روند، بارون از همه کم مثل شما غمگین می شود. ابرو دخترم روزگار چطور؟ خوب قدریه خانم، خواطر نشوید. تو با کجا؟ با بارون باید مینداری بیان کنم. بارون، منم ابرو. ممکن است درایم. خوب است او. دادرت خوب. گوش کن باران، در وضعیت وزبین بودنت را به سرت چی آمدنش را میدانم، ولی تو تنها نیستی. آدمای روزگار هم مثل تو به این وضعیت افتاده اند. مرا دوست داشتن و یا قبول کردنت شرط نیست، ولی دادر و خواهرانت را رد نکن. گوش کن، من پدر و مادرم رو در یک صدمه از دست دادم. بغیر از آنها هیچ کس نداشتم. اکا نداشتم که به من دست یاری دراز کند. همه مشکلی رو خودم پسی سر کردم، ولی شما دائما متحد باشید. عده و روزگار رو تو نجا دادی. در یادداری در بیمارخانه من به تو گفته بودم که ما یک عائله هستیم. تو باشی رد کرده بودی. به فکرم اکنون فکرت دیگر شده است. التماس پسرم این طور فکر نمی کنم. التجا دارم، او را بیراو گوی. التماس. من خوب میروم. تشکری زیاد.
سردار خوش آمدید. تشکر استاد شریف. چطور هستید؟ تشکر سردار، شما چطور؟ سلامت باشید. میدونید چی؟ با من از کبابی همه وقت تیار کنید. با جان و دل سردار. تشکر. بابای غنی؟ آغوز بچم با ایشای تام. تشکر. مرحمت، بیایید همراه خوریم. من الکی خوردم. این طور باشد هر دو همراه می نوشیم. از رو با پرسیدن مرغ میخوری؟ مرا نخندانید گفته است. دادرم با دو کس جا کن. شرف اینجا بیا، این را پر کن. پر شد. کنی بینیم جنابی رجب. اینش بوش چی؟ پرولش چند باشد؟ در اینجا چی باشد؟ چی است رجب؟ سلامت باش. کی ها باز از پست نگاه دارم؟ درد سخت داری؟ چی گناه کردی؟ بگو. این مسئله دختر است. با دختر چی کار کردی که به اینجا افتادی؟ هیچ چیز نکردم. دست هم نرساندم. نرسیدم. نباشد چی؟ ما گریختیم. دختر را گریزاندم. خواهر جناب بود. واه حلالت باد. چطور کی فهمیدی؟ خی یگان کس را میانه رومون. بدنام دختر هم بر آمده است. جای خورد است. باز خواهر جناب میگویی. دختر هم حیف میشود. راست میگویی. جناب کندال نمیدهد. حیاتش رو سوزاندم. یعنی میسوزاندم. فرصت رو انتظار. بیا ما. جناب کندال کیست؟ جناب کندال کیست؟ باور کن شناختن نمیخواهی. کاری نکرده اش نمانده است. جانت را خواهد بسنده است. آغوز بیسرم، دل زن 4 حجره دارد. در یکمش شوهرش، در دویمش فرزندانش، در سومش مادرش، در 4مش پدرش جای میگیرد. دل مرد هم 4 حجره دارد. در یکمش زنش، در دویمش دوست داشتهش، در سومش فرزندانش و در 4مش مادرش. پدرش چی؟ پدر اکنون خودش شده است. مرد حکمدار است. زنش جنگ کند هم تابع می شود. چون این است عمر. اگر با دوست داشتهش خانه‌دار شده باشد چی؟ این طور باشد مبارزه انجام یافته حکم آغاز شده است. ولی حکم زن آغاز شده است. فرزند انسان غیر عادی است. ولی حرکت کنی هم فهمیده نمی شود. پیش میکنم میگویی ولی میدانی که کار تو پیش کردن نیست.
از پسش میروی میگریزم میگویی ولی میبینی که به سوی وی رفته ایستاده ای. برای سلامتی برای سلامتی. ای بزرگ مقدمت هر زندگی برهانی من مرده بودم زنده‌ام کردی بیای جانی من مرده بودم. میبینم طبعت خوب است. مادر جان منم. شما حالا هم خواب نرفتید؟ نه خواب نرفتم، تو را انتظار بودم. مادر جان یکان گپ شد. نه بچم چی می شود؟ درد بالای درد آمده می رود. مادر جان چی می خواهید گویید؟ سرم گرنگ. گذرشین به تو گپ دارم. بعد گپ میزنی مادر جان. شین. گویید انا شیشتم. تو چی کار کردی؟ نمیشه با ضرب المثل گپ نزنید. باز چی گناه کردی؟ کدام بیچاره را بی پدر، کدام زن را بی شوهر ماندی؟ با چندیرم که را به زندان روان کردی؟ مادر جان من مجبوری هیچ کس را به زندان روان نکردم. او به پول، من به آزادی احتیاج داشتم. یعنی شرطنامه دو طرفه. تو که اینقدر بیرحم شدی کندم، پسته ها را سوزاندی، مثل بیگناه به ابرو فشار آوردی. این هم کم بود، یک بیچاره را حیاتش را سوزاندی. تو خودت را داشته نمیتوانی کندم. تو چی کار کردنی هستی؟ مایلش به هیچ کس دلت نمی سوزد، به مادرت هم نمی سوزد. من چی گناه دارم؟ باز چی کار میکنی؟ بگو که من دانم. مادر جان من گپم را گفتم، برای گپی تو را گوش کردن نه حال دارم نه صبر. مایا بدر شو. با روزگار یکون چیز شد؟ نه آنها خوبم. تلخم را کفوندی؟ نباشه چی شد؟ پسته ها را کنده و سوزانده است. سفسته نگوی ادا، نیمی شب در خواب دیدی دیگر کس اعتراف کرد. خدره و کندل در حولی صحبت میکردم. خدره غضبین بود. شنیدم مایا، با گوش خودم شنیدم. من با مادرم رفته میگویم. ادا ایستو. چی شد؟ مادر شد جانکم، هیچ چیز نشده است. من همینجا. از روزگار پریشان شدیم، خوابمون پرید. خوب باشد گفته خبرگیری اومدیم. یگان واقعه رخ داد، راستش رو گویید. هیچ چیز نه. معلش شما هم رفته خوب روید. تو هم خوب رو بچه جان. چرا نماندی که گویم؟ من با مادرم راستش رو میگفتم. در نیمی شب از ناراحت کردنی مادرم دیگر هیچ کار نمونده است. ادا گوش کن، مادرم روزهای دراز غمگینند، بعضا خواب هم نمیروند. من اقلا امروز نغز خواب روند. مایلش، ولی سحر کار یکمینی من حقیقت رو گفتن میشود. مایلش اکنون خوب رفت.
فکر میکنی که با آغوش من فرزند دادی؟ تو با دل من آتش زدی مراد. باران مگر آب نیست؟ آب هم میسوزونده است. من چیکار کردنم رو نمیدونم. مگر مادر پسرش رو به دادرانش رشک میکند؟ بگو مراد، من چیکار کنم؟ تو ما رو به چه حال آوردی مراد؟ برای با ابرو بودن با من چیکار کردی مراد؟ صبح بخیر مادر جان. تو سحر بر وقت میخستگی شدی؟ بله مادر جان، خوابم پرید. هیچ کس از خواب بیدار نشده دسترخوان رو آماده کنم گفتم. درست کردی، دست درد نکند. مادر جان، من هر روز از آنها دور شو میگویم، ولی بارون نزدیکتر شده ایستاده است. نصری، صبح بخیر گو، روزتان بخیر شود گو، دهانت را با سخنی نیک کشو. مادر جان، دیگر پیش او رو گرفته نمیتوانم. من دیگر به این تاب ندارم. از مادرش جدا کردیم، اکنون از خواهرانش جدا کنیم. از پس چه هستی نصری؟ با کندل ایستا و تو خب کن گفتن به دلم زد. اگر این طور به او فشار بیاری، انا آن وقت باران را از دست میدهی. من به تو یک چیز میگویم. ایستید یک دقیقه. یعنی وقتی که شما به استانبول رفتید نسرین علکای فرزندور بود؟ ها، شیر ندارد گفته مرا برده بوده. این سر را هیچ کس نمیفهمد. و من باور میکنی ها؟ اگر تو امروز توپ آورده طاقت کرده باشم محض با تو فیلی شما و پسرم. پسرمان؟ او پسر من هم. اکا مکتوب، من یک مکتوب نوشته بودم. اکا اون مکتوب را باید پیدا کنی، وگرنه من میسوزم. قدری خانم هم با دهان خود گفتند از مادرش جدا کرده. این مکتوبی بلا زده در کجا باشد؟ جناب، همراه کفاندید. مبادا با کودکم یکان گپ نشود. درباره کدامش تو بحث داشتی؟ اگه بینی چی میگفتی؟ فرود میخوندم جناب. یک مکتوب نوشتم به دختری از عرفه. دختری ظالم برویم نمی‌نگرد. درود جناب. دختری ظالم برویم نمی‌نگرد. توبه، استغفرالله، توبه خدا. مردم دیوانه شدند. ادب مادرم گوییم چی میشود؟ مادرم با دلیسه میروند. مایلس رفتن میگوییم. چی میگویند؟ گوش کن، آنها یگان راه دارند که با کیدک فشار آورند. این چیزی پنهان نکردگی نیست مایا. صبح بخیر. چیزی پنهانی چیه؟ مادر جان بای کرده. کی؟ چیکار کرده؟ دلسب صحبت قدر خانم رو با وی دیوانه شنیدم. نخواستم. ایستو دخترم، ایستو. حالا میبینی چطور مادرت سری همه را اشکار میکند. تو هم راحت میکنی. ازلنتی است میبینند. به ناموس میکفد. ملک به من دارده. حاضر اکا.
اکا چای می نوشد؟ نمی نوشم. من می روم. اکا چرا هیچ چیز نخوردید؟ یکون چیز خورید و خیر؟ نه من می روم. با اشتهایی تام. قدریه خانم من از شما این رو تماما انتظار نبودم. چرا انتظار نبودی دخترم؟ پسته ها رو کندار سوزانده است. سر یک بیچاره رو هم خورده است. این اصاب با کندار صحبت شما رو شنیدم. پسته های ابرو رو سوزانده. باز فشار آوردی گفته. وای اما چی تو هست؟ در حقیقت اما کسی فرصت کشتن جانهای خود رو میجوید. این رو به تو اون دختری میگوید که در گله هم تو ندارد. سکردار نشو نسرین. تو چی گفتم میخواهی؟ هیچ چیز گفتن نمیخواهم. شما از گواری من بر آمدید. این رو از شما انتظار نبودم قدریه خانم. تو هم از باوری من بر آمدی دخترم. تو هم دخترم. دفعم را مدیرشی. چی ضرر دیده و شیرنیدی هم گفتم گوش نکردی. من گفتم این با پول تعلق ندارد گفتم. این طبع باشد چی ابرو؟ اوسیم هم روزگر هم در درون بودم. هر دستم قریب نموردم. پروای این هم ندارد قدریه خانم. ولی هیچ چیز نشد. باوری هم نمی‌آید. در درون قریب پسری من نیست. اکنون باشد تو پسری من رو سوزاندنی هستی. گلدال پسری من. اکنون چی کار میکنی؟ در اصل باید حیران نمیشدم. همه چیز رو چنان تک فراموش میکنید که آسین و آمینه رو هم پروا ندارید. بایدم خودش تنها با پسرش چند روز در کجا باشد؟ کار کرده خدا باشد گفته فکر داشته باشد. بی‌تربیه رو بینید. بازید همان صحبت افته اپای آمینه رو فکر میکنیم. این چه خیلی زنه هستن؟ با حال به شما برگردونی میکند. مادر جان؟ مادر جان خوب هستی؟ به من آب بیار. خوب شده است. هم گناه کاریم هم زودی میکنیم. التماسی تار نگوید مادر جان. چی تار نگویم نسرین؟ روی خاطری روزگردین چی کار میکند؟ باران را فهمت قیامت میشود. اپا بها هم خوب رفتن گیرد ایدرار پولی گریفتن مستان می شود. ولی از چیزی که یک موضوع رو نفهمیدم برای همین باید یادم طلب کنم. خوب باز با من تکلیفی اویله داشتی کردن. من باشم روزی شدم. 2 فرزند داشته است. مایلش من کودک را دوست می دارد. چی نگوید اپا جان؟ آفرین خواهر جان. اپا خوب هستید؟ خوبم. چی شد؟ تو با مکتب نمی روی؟ دیر میکنی. اپا جان خوب هستید؟ اگر خواهید امروز در خونه مونم. هیچ گپ نه. همگی کمی فکرم پریشان است. بیرو. خدا ذهنت رو برو کند. بیرو. الو من سیبه با من رقمی تلفنی اومدوی رو دیده شد تو بازی الو با من خطیچه این اومدوی رو دی اپا خونش نو در کجا بود؟ ها من اونجا رو میدونم شد اپا من با شما زنگ میزنم تو بازی اپا کدام اومدویم چی شد؟ هیچ چیز نه در فابریکه یک زنی حامله است برای او پرسیدم اپا در این رقم اومدویم چی لازم؟ باید این خونه رو بست
тавба оиша дар сари онҳо кори ҳавашро нишон медиҳӣ. дар куҷо ход тавлид мекунад? ту чаро баргаштӣ? дастарамро фаромӯш кардам. майла сав гир. мелек ба бурон чой ред. не бибиҷон, ман дер кардам, меравам. сарам исо борун муйсари ту тар аст. охир ту ин тавр бемор мешавӣ. не модарҷон, дар ин гармӣ чӣ беморӣ? ба ман ҳеҷ чиз намешавад, хотир нашавӣ. борун ту аз ман наранҷидаӣ писарам. не модарҷон, шумо чиё мегӯед? нахуд аз шумо ранҷам. майлаш писарам, нақс хон. дидед модарҷон, қадри хонум акай пират ҳам рӯяшонро гардонданд. рӯйро чизе карда истоданд. шумо ба ҳеҷ чиз кордор намешавед, майлаш? яъне чӣ тавр? онҳоро ба ҳоли худашон мемонед? ин гапи ту чӣ маъно дорад? рафта фабрикаро сӯзонем? чӣ тавре ки гуфтам, аз даҳонатон як калима набарояд. фаҳмидед? модарам рост мегӯянд. ада чӣ кор кунем? яъне кадом бечораи гуноҳро ба гарданаш гирифтааст. барои ду танга розӣ шуда. донистани ин чиро иваз мекунад? бисёр чизро иваз мекунад. майя, шумо ҳозир ба мактаб равед. чӣ тавре ки гуфтам, ба ҳеҷ чиз кордор нашавед, дахолат накунед. ман чӣ кор карданамро медонам. равед ҷонакам. ту бошад апаоятро ғамгин накун, майлаш? равед. модарҷон, дар ҳақиқат ҷаноб сӯзонданд. хуб кардам. мушуквечӣ омада мушихонаро пеш кунад, магар ҳамин тавр ҳам мешавад? беномус. молу мулкро кашида гирифт, кори накардааш намонд. бисёр кори хуб шуд. акнун суҳбати тендал ба қадре хонумро шунидам. гӯянд чӣ? ҳакамро боз зиндонӣ кунанд чӣ? шуд. бисёр гап назанед. девор афтад, ба дарун афтад. омина баргардад, ҳам ҳеҷ кас ҳеҷ чиз намегӯяд. модарҷон, чаро ба ман нигоҳ мекунед? ман хат карда наметавонам. даматро мегирӣ. модарҷон, шумо моро фикр накунед. шумо даҳони абрӯро баста метавонед. абрӯи ангаро ҷаноби тендал хат кунонда натавонед. ин кор мушкил аст. вай заман ҳеҷ кас наметарсад. магар дурӯғ аст? модарҷон, дар ҳақиқат яке шикоят кунад чӣ? аз даҳони ягон кас ягон калима гап набарояд. ҳозир тендал аз ин бояд хабар надошта бошад. фаҳмидед? ман каме фикр кунам. оғоз сардор ҳастанд? каме пеш баромадаанд. худо, кай бармегарданд? баъда нарафтанд. бегоҳ бармегарданд. майлаш, ман бегоҳ меоям. чӣ кор доштед? де ҳамин ҳам бегоҳ омада меям. вай дар инҷо боз чӣ қадар меистад гуфтия? ба духтарам онҷо надорем. дар вақташ инҷо тангӣ карда рафта буд. шуд, хаб кунед, ба номи худо хаб кунед. бар вақт хеста субҳонаи дӯстдӯстаи осимро тайёр кардам. чер бачаи мо ҳоло хуб аст? من اصلا چی کار میکنم؟ التجا میکنم یکم رو نشون دارم. خدا جا
این دفعه از دستم رها نمی‌یابی. این کارو تا آخر میرسونم. مرا نشنوی؟ همش رو میدونم. بیسته ها رو سوزاندی. قدریه خانم خب کردن. همه رو خب کننده عادت کرده ای، ولی من خب نمیکنم. تو را به من بی حساب دادن. دینکاری نمردی. چه اینجا میایی؟ عجلت رسیده است. که اگلی که میشود حالا میبینی. این کار را تا آخر میبرم. برای به من کاردار شدن پشیمان نشوی کندل. مرا در حجره قلب کرده هر گونه فشار آورده ترکانده نمیتوانید. برای تو خوب صورت است، ولی من چیکار کردنم را بسیار خوب میدانم. از دست چی میآید کردن غیر زن شهری؟ تو هم نخور. جزای همه کارهای کردت را میبینی. چه نگاه داری؟ رو به من از خانه کرده تازه بیار. رو چه نگاه داری؟ خوب شد جناب. دختر مجیم می آید. خواب ندارم. شب بخیر. صبح بخیر آیشه. وای رو میپرسیدم باران در کجاست میدانید؟ نه نمیدونیم. پیش از برآمدن ندیدیم. یکون چیز روی داد؟ نه هیچ چیز نشده. شاید با عمکش به یکونجا رفته باشد. شاید یکونجا کار داشته باشند. البته دوگانه. انیخ کار دارن آیشه. تو پروا نکن. مایلش نباشد. تو بازدید. دختر چی گناه دارد اده؟ دوست داشتنی باران به من بسنده است. بخیلی دارم. چرا این دم میگویی نمیفهمم. دیروز سبوی خاطر روزگار مگر باران مقابل کندل نبرمد. وقتی که تو را زدنی شد دستی کندل رو نداشت. هیچ چیز نشده باشد و تو خون داده بود. چرا این دم رفتار میکنی نمیفهمم. ناحق رفتار میکنی گویا که اینها روی نداده باشد. تو با خوبی نقضی کرده. چرا این رو میکند من میفهمم، ولی نه تو نه مادرم این رو نمیفهمه. ساده هستی. ساده. جایشان پسند آمد. زحمت نکرد. ابرو با تو چند بار باید بگویم چرا با من مثل دشمن رفتار میکنی؟ من دوستی تو هستم. دوستم هستی ها؟ دوستان از یکدیگر هیچ چیز را پنهان نمیکنند. از اول میدونستی ها؟ تو هم مثل اونها خاموش بودن را بهتر شمردی. من اکنون با کی باور کنم؟ چرا بگو. لابای باران چرا با دفتر نامدی؟ خوب هستی؟ بله خوبم، پریشان نشو، کمی کار دارم. باش کن، باز درست گونه داری. بسیار کاری مهم است آیشه. تو از مکتب برآمدنت میرسم. خاطر نشه تو بازی. سلام خوش آمدید. این گردنبند سبز رو نشان میدادید. خوب شده. بگذار همین باشد. برای توفه آماده کنه بزنیم. مالا. با تو چند بار گفتنی شدم ولی نتوانستم. تو از کجا فهمیدی؟ دین شب عادت صحبت کندال و قدریه خانم رو شنیده است. از اول میدونستم. با تو هم گفتم. در اصل همه میدونید. حتی آغوز سردار هم. و بیچاره دو تنگه داده شنونده. کندل گناهگار باشد با آزادی برآمد. همینطور.
ولی از این پس دیگر این خیلی نمی شود. اویلای اون آدم بگناه رو حتما می یابند. چی طوری که سری اویلا گفتن نگفتی باز یکون سری هست سیرت؟ تو کرون بار که بیماری زنانه شده بودی؟ ماهی گذشته شده بودم لیکن من فکرم 15 روز گذشت. فهمو اذیت ماهی زیاد شده است. از روی گفته تو علاقه 10 هفته. اپا من این کودک رو تعهد کرده نمیتوانم. غلطاندن میخواهم. خوب فکر کردی؟ دیگر راه ندارم اپا. مجبورم. علاقه که تو کلان شده است. بسیار خطرناک است دخترم. خوب فکر کن. روزلم مادرم در کجایم؟ برا مادر رفتم. با کجا گفتم هیچ چیز نگفتم ولی با شکرم به نزدیانده ابرو رفتم. به نام خدا حیرانم. مالش ابروینده قدری خانم رو به دام خود افکندن. اینش ممکن ولی بارون او رو حمایه میکند باور نمیکند. روزلم جای خودت رو نقض دان. بعد چی شده است؟ کسی که نمیشد همین کار رو میکرد. بارون به کودک دلش سوخت. وجدان پسرم تاب نآورد. نسرین تو بسیار عصبی شده ای. همراه به بازار رویم یک سیر و گشت میکنیم و من هم خوب میشود. کودکم مرا آرام نمیگذارد. آهسته آهسته من آمده ایستادم میگوید بیا یک کمی راه گردیم. خواهش میکنم بیا رویم. خوب مایلش میرویم. ملک چی شد جنگه روزلم؟ ما با نسرین به بازار می رویم. زود بر می گردیم. مایلا الو ملک منم رجب ملک این تو هستی آوازت رو برار که شنوم تو رو جانم در تلفن چیزی مهم بود دیدی چی خیل کردی یافتی هیچ چیز نه مهم نه همه چیز در اونجا ثبت شده است مرا میشنوی ملک الو اینقدر تو رو دوست میدارم ملک اینقدر دوست میدارم گذاشیم برادر این مسئله تلفن باشه هیچ چیز نه مهم نه آینده تو درون آن است ولی مهم نه ها رجب حس میکنم که مرا استفاده برده ایستاده برادر نه برادر استغفرالله یعنی اینطور نه
янга сахт рандида аст шуд ғамгин нашав чуро ки ба зиндон партохтанд ин ишқ ба осонӣ тамом намешавад одами далел ҳастӣ ба худ биё мебахшад парво накун боварӣ дорӣ албатта мебахшад одами хуб ҳастӣ аз ту беҳтар маган меёбад насрин ман ба вай дукон даромада зуд бармегардам. барои чӣ? вақташ наздик шуда истодааст. барои кӯдак як-ду чиз гирифтан лозим. зуд бармегардам. майла шузле, ман намеравам, дилам зиқ аст. ту рафта харида биёма, туро интизор мешавам. майда. хуш омадед. салом. кӯдакам бозӣ карда паролашро иваз кардааст. як медидед илтимос. ҳал мекунем вале пагоҳ мешавад. пагоҳ ҳозир намешавад. аз пагоҳ барвақттар намешавад апа. шумо пеш аз омадан занг занед. майлаш ба шумо барори ташаккур, хуш омадед. ман ин кӯдакро таваллуд карда наметавонам, фақат хондан мехоҳам. аллакай типи калон шудааст. бисёр хатарнок аст. پس نماندیم. کمی دم گیر. چرا این طور میکنی؟ چطور؟ هم طرف اویلت هستی هم با آدمی که اونها نفرت دارند یاری دادن میخوایی. برای چی؟ فیرت ما را تنها گذار. مایلش خوله. همش را تو شنوندی؟ با بچه و همراه کردی. دست درد نکند، بسیار زیبا. تشکری بیاد. زمین مشکل است، بسیار مشکل. برکت داشته باشد هم یک روز. نیحال شناندن خواهی نازش بسیار است. هر نیحال را قبول نمی کند. آب دیهی نمی شود، پارو دیهی هم نمی شود. ولی اگر گریفت شاید گل هم یک رنگ باشد. ریشه هایش را به زمین می دواند. تک داشته می گیرد. مثل تو؟ هم با برکت هم یک رنگ گفتید. مثل شما؟ در نزد آنها گپ زدن نخواستم. ابرو مثل یک مادر از تو التماس می کنم. این کار را بس کن. جندل حبس شود چی می شود؟ پیسه هایت بر می گردد. روزگار و آسین ترسشان را از یاد می برارند. مادر بودن همین طور است. گناهی فرزندت را می بینی، روی پوش می کنی. از شرم به زمین درایی هم فرزند است. فرزندی تو یکم خطا کنه، حیاتی یکم کس را سوزانه، دلت نسوخته، جزایش را بیند گفته می توانی. مادر بودن جزای فرزند را کشیدن است. تو هم مادر هستی، می فهمی. خطاگی عده را رو پوش کردی. بله من هم مثل شما مادر هستم.
خطای فرزندانم رو میکشم. آینده آنها رو فکر میکنم. من برای همین حرکت دارم. به شما یا به کندل این علاقه‌مندی ندارم. آخرین سخنی تو همین است؟ مثل مادر بله. قدریه خانم، چیکار میکنی؟ چه در داری؟ جناب این کودک از شما است. بغیر از شما هیچ کس به من دست نرسانده است. التجا میکنم مرا از این عذاب رها کنید. من از کجا میدانم؟ جناب شما از نایلاجی من استفاده بردید. من دیگر راه نداشتم. من اگر راضی نمیشدم کتاب خواهرم رو نگاه میکردم. چطور میخوانوندم؟ التماس هیچ کس نفهمیده این کار رو حل کنید. یعنی چی میگویی؟ میگویم که اگر این کودک از شما بودنش رو اثبات کنم برای افکاندنش یاری میدهید. التماس جناب به من یاری دهید. چه طور اثبات میکنی؟ دکتر یگان نمود تفتیشات میگذراند. شما حل کرده میتوانید. مایلش از روی معاینه جنسش معین میشود. چه فرق دارد؟ تالاییست اول که بودنش را فهمیم بعد چه فرق دارد میبینیم. اگر از من پسر باشد به خانم برده بسته میمانم تا تولد نکنی جنبیده نمیتوانی. ولی اگر از من نباشد این همین معنی را دارد که به سرت بلای عظیم را خریدی. من شما رو غم نمیدهم جناب. ولی من بسیار غم میدهم فهمیدی. من از این نمیترسم. الو دکتر چطور هستی؟ سلامت باش دکتر. کار کرده گشتیم. دکتر به تو یک کار افتید. حاضر به تو یک کس را روان میکنم. حامله بوده است. از من است میگوید معاینه پایی نکنیم از که بزنم شنیر میشود. ها؟ خونم رو؟ وقتهای آخر هم خونی مرا میخواهد تا هم از خطر نمان. شد من آمدم اسپارم. گوش کن دکتر، هیچ کس نفهمد. فهمیدی ها؟ شد برای کار مانده های کار. میبینیم اکنون میبینیم. مرا گوش کن، اگر با من بازی داشته باشی، اگر به من بار کردن خواهی. قسم میخورم جناب. باز چی گویم؟ درا سیبل خانم میتوانید روید. مرحمت مادر جان، بخیر است؟ کدام خیر؟ در ما خیر رفت کجا؟ به نام خدا به ابروینگه حیران شدم. بین همین که آمد اکای سیرت رو تگی دست کرد. بعد روزگر گفته قدریه خانم هم طرفی او شد. ولی دین باران رو دیدم پس تسلیم شدم. ولی اهمیت دادم. بعد از رگی دستت رو بریدنت ابروینگه و اکای سیرت کمی دور شدم. البته خواهر رو بسیارتر دوست می‌دارم. دوست داشتن گفتم این مثال بود. باز گناهکار نشوم. ازلین تو خیلی زیاد گپ میزنی میدونی؟ ها همین طرز میگویم. چیکار کنم؟ جنسی زن هستم. سر رو پنهان کردن نمیتوانم. مایلش من باید باران رو میدیدم. تو باشی به خانه رو و همش تو با مادرم دیدی. مایلش خدای توبه. باران رو دیدم باز از کجا برآمد. در دهه کوهنه عادتی نبود. دخترها روزگارانه دیدید؟ نمیدونم. همه دیده بودیم. تشکر.
پرنس رو هم دیدم ولی نیست. این بچه با کجا رفته باشد؟ با کجا؟ نمیدونم. آمینا در کوچه چکار دارید؟ پدر خواستیم دیگ شد کمی سیر و گشت کنیم گفته. مرا پدر نگو. تو چیتا با او سرت را بلند کرده گشته میتوانی. راست به خانه، حتی به خانه خودت. کاری تو را رفته حل میکنیم. کدام کار؟ تو باز میپرسی؟ آمینه را گرفته میآییم، از دستت نآمد. مادر جان قانونی نو نبراله، در مرش چیکار داری؟ من در خانه‌ام آرامی را میخواهم کردم. تا حاضر خاموش بودم. تو میکنی گفتم ولی نتوانی. از دست این زن شهری بخت میماند مادر. من هیچ چیز را نمیدونم. برای جو زمزم به مرش میرویم، آمینه را گرفته میآییم. او مادر جان، مادری زیبایم، شما به خانه برگردید، گوش کنید، بعدم ایدیم گرفته میآیم. حاضر با اونجا میروید، نورالله بیاد و گپی زیاد میزند. هیچ چیز نمیشود. تو به رضا زنگ در دهه کهنه عادتی نو جاری کرده ایستاده‌اید. رضا ماشین را آماده کن. ابرو من این کار را این طور نمیمونم میگوید. میدانم به اینجا آمده بود، آتش میشد جای افتادهش رو میسوزن. پروا نکنید، این کار انجام یافته است. میبینیم. باران در کجا بودی؟ تو از مکتب بر آمدنت میرسم گفتی. این را گفتم. این چی؟ باران این بسیار زیبا است. بگردنت کن. در خون نمی کنم و دیگر نمی برارم. مایلش نبرار. باران تشکری زیاد. این توفه بهترین من است. اصلا من خود را ناجا حس می کنم. یعنی برای با من توفه خریدن با مکتب نامدی. باران با کجا سیخوا داریم؟ باران؟ چیزا پس در اینجا؟ کارت چی باران؟ بیرم از اینجا. دل کارم نباشد. باران! نشم از اینجا. باران نرس برو. بیا رفتیم. باید جمع کنی. چی شد؟ اونها از تو چی میخواهند؟ او مرا تیله کرد، بعد من زدم. چی طور زدی؟ این طور. اینجا بیا. این طور نمیزنن. یک بار دیگر زن؟ بین. انا این طور. رایشان کن. انا این طور. تنیزن؟ آفرین. تو یکم برو جنگ نکرده ای؟
روزگار؟ فکر کردید که ما نمیفهمیم ولی من فهمیدم. اکنون همه گناهایتان را آشکار میکنم. تو چرا فهمیدی؟ چیا میگی؟ اما کس رو میگویم. فهمیدم که پیسته ها را سوزانده است. صد با قدر خانم صحبت داشته. اکنون دیگر رفت کردن نمیتوانیم. از دست یمک هم این کار نمیآید. سفسطه کسته اصلی کس رو غیران نکن. سفسطه؟ میبینیم آقا سردار اینها را شنوند چی طور رفتار میکند. باران چی شده؟ من باید به فبریک روم. تو باشی به خونه ات روم. مرحمت مادر. رضا اینجا بیا. لبا جناب. درباره همش خبر میدی؟ شو جناب پروا نکنید. رو. زنی شهری مادرم را غمگین کردی. به تو چی گویم؟ مرا گوش کن. آدمی به گردن گرفته خب میکند، یعنی زنش با سیر را آشکار نکند. دانشتگی بعد پلیس آمده رفت، ما ترسیدیم باز نگوید، باز مرا نبرند. اگر حیاتی مرا سوزانی من از آن تو را می سوزانم. خیر. راست است امک. در این سین و سال من در بین کوچه گپی نبود که نگفتن مادر جان مرا شرمنده کردن. شرمندگی را نفهمیدی؟ چند سال پیش از این خانه برآمده رفتی، فکر نکردی شرمندگی مرا؟ این تاب نگویه تا چکار کنم؟ به میان نداره لطفیه. رفتی دخترم را دیدم چرا به میان نداره؟ لطفیه خب کن. خب نمیکنم. رفتارتون به دلم زد. سالهایی در ازمان سببی شما مادر مادرم گناه ندارن. چی کار میکنیم؟ چی کار میکنم از تو نمیپرسم. اینجا خانه ای من. بسیار خوب فهمیدم که در خانه‌تان برای ما جای نبوده. باید میدونستی. دخترم نرم. ایست آخیر. تو چرا میگویی باران؟ تو مرا به چی گناهکار داری؟ مگر سخنهای من آشکار نیستم؟ آشکار. بعدی واقعیگی نروی داده. امروز این سخنهایت مرا حیران نکرد؟ تو برای ابرو را نجات دادن مقابل من برآمدی. تو دستی برداشته مرا داشتی. با کدام حقوق باران؟ دین آنها بودن. آنها به تو یاری میدادند. تو گناهی و دختری بی آداب را روپوش کرده دروغ گفتی. مقابل مادرت برآمدی. بین مادرت در چه احوال است؟ تو تا حال دادن میگویی. تو چیکار کرده ایستاده ای باران؟ اکنون به نزد من آمده حساب و کتاب داری؟ من حق یک کس رو خوردن نمیخوام. حق دیگران به من لازم نیست. من شما رو مثل پدر میشماریدم. هر سخن هر کاری شما رو درست میدانستم. من همه وقت مثل شما بودم میخواستم. از خودم حرکت میکردم که مثل شما باشم. ولی اکنون آدمی که من پدر میدانستم با سبب او بیگناهی زندانی شد. من این رو نمیفهمم. نمیبردارم. چرا چنین کردی؟ شربچم باید پسته ها حق ما بود.
حق تو را به هیچ کس نمیدیم. میسوزانم ولی نمیدیم. شما سوزاندید یعنی؟ بله من سوزاندم. امد اوتین و روزگر در درون بودن، شما چطور این کار را کردید؟ باران جان قسم میخورم در درون بودنی آنها را نمیدانستم. قسم. باران خوش آمدید. مونده های کار مادر جان، مونده های کار. عجیب باران هم به من بوکس را می آموزانند. همین طور؟ فقط همین را آموزانده می توانم. در نزد مکتب امکت سوزان گفتم، پس سود سرخ شد. عدا و گناه ندارد. او بچه خوب است. خوبی او را از خاطرت نبرم. کاش که نمی گفتم. و بچه خوب شما رو کشتنی شد مادر جان. از خاطرتان برام. او فقط مادرش را حمایت کردن میخواست. وقتی که مادران فرزندانشان رو فرزندان مادرانشان رو حمایت کردن میخوان، خطا کرده میتوانند. بابا رو حمایت میکنید. با شما حیرانم. شده. اصلا شما به خانه روید. شما چی کار میکنید مادر جان؟ من کمی کار دارم. بابای خانه سربلند دارید. فهمیدید؟ نان هیچ کس را نمیخورید. از نیکیشون استفاده نبرده ایستادید. حق پدرتون رو میخورید. روزگار جان تو از دفعه دور نشو مایلش. خواهد نشوید مادر جان. تو بایستید. دخترم را گرفتنی آمدم جناب نورالله. در این خانه دختری به تو میدادگی نیست. 15 سال پیش هم نبود، حاضر هم نیست. آمینه پیش از راندنت به کجا میرود گفته فکر کردی قدریه خانم؟ روز کردنت با قدریه خانم در سین سالی پدرم هستی. تو دخالت نکنید. من فرزندان خودم را شاهدی میکردم. زنم هم دوست دارم، هم از آن خودم میدانم. خطا کنند همکاری نکنند هم فرزندان من هستند. تو اکنون آمینه را دختر خود حساب نکرده میتوانی جناب نورالله، ولی آمینه دختری من است. خانه پدرش هست. آرام که شد رفتن میگیرید. بین زن و شوهر جنگ میشود گفتم. ولی تو پدر نبودگی. 2 روز دخترت را طاقت نکردی. من اکنون به تو چی گویم؟ لازم شود مرش را چپه یا رسته کرده آمینه را یافته گرفته میبرم. بیا رفتیم نمید. مالش هم را تفتیش کردنی برای این. ابرو خانم وقت دارید؟ البته بچه ها گفتن که ما را کفتید. یگان مشکلی دارید؟ آدمی که پیسته رو من سوزاندم گفته از کیست میگویید؟ مرحمت در درون صحبت میکنیم. مرحمت شنید. چرا این را میپرسید؟ گوش کنید. فکر دارم او را کندال یافته است. یگان شاهد دارید؟ نیست. نباشد چرا شبهه دارید ابرو خانم؟ میدونم کندال کرده یا اینکه امر داده است. بعد گناه را به سر او برداشته است. من با الهی اون آدم با خوردن میخواهم. گوش کنید ابرو خانم، راستش رو گویم من هم همین فکر دارم. یعنی گناه را به گردن گرفته است، ولی او یک چیز را تکرار دارد. در این وضعیت این را اثبات کردن کمی مشکل است. من با الهش بخورم. شاید آنها را راضی کرده توانم.
التماس یاری دهید به هیچ کس چیز نمیگویم. این نشانه کمی دور شما را میبردم ولی نه من خودم میروم تشکری زیاد. اگر عمیق نمیدونستم از شما خواهش نمیکردم ولی رفته خودم شنیدن میخواهم. انشاءالله تب میزنم. تشکری زیاد. بارون؟ حتی من از تو درسان شدم. باز چیزی شده؟ من نزدیکی معلوم نیستود که جنابی بارون و کی رفته است. بارون؟ مادر امکم کرده است. چرا کرده؟ پسرم این چه حوال است؟ تو از کجا آمدی؟ مادر خانه ابرو رو امکم سوزانده است. آسین و روزگر را خرید میکشتند. در درون بودن آنها را نمیدونستم میگن ولی چه فرق دارد مادر؟ کاری تو چی پسرم؟ کاری تو چی؟ تو چرا اینقدر غمی اون زن رو میخوری؟ بارون من هیچ نمیفهمم. مادر جان چی میگویید؟ مگر نبیدید گوشی از آب دو کودک را از بین آتش برآوردیم؟ شما این را دانسته شنیده چطور؟ چطور اینقدر بی‌پروا بی‌حسیات بی‌دل بوده میتوانم همین طور میگویم چون که من به غیر از تو دیگر به هیچ کس کار ندارم. خودپرستی باشد بله، بی‌حسیاتی باشد هم بله، بی‌حسیاتم. اکنون تو بگو شما بر این مادر را دست داشته نمیتوانم. مادر جان به حرمت خدا این خیل نگویید. شاید یک روز این را هم گویی. مادر جان آده؟ مادر جان شما در کجایی؟ اینجا سوم گپ شد. نه هیچ چیز نشده است مادر جان. همین که آمدیم روز به حجره در آمدیم. ولی شما در کجا؟ میایم دخترم. حاضر کمی کار دارم. میایم نکن. مایله. در کجا بودم؟ هیچ چیز نگفتم. بیایم نقل میکنم. من میفهمم در این ساعت به کجا میروم؟ به فکرم از کسی کنده هستم. البته یگان چیز یافتم. من اگر مادرم رو شناسم از پس همون کار هستم. سویت چیکار کرده باشم؟ برای اهمیت نده. آنها رو دیدم نمیخواهم. امکت کرده از گفتم پس روی بارون چطور شده؟ البته گناهکار بودنی امکش رو فهمید ولی پریشان نشد. درست پس همه‌شان به خود میآیند. به فکرم نه. بارون غمگین است. خود را پهلوان می‌یابد ولی می‌بینم اکت را دوست داشته مای خانم. درست از او رو اکت جان هم می‌بینی. به تو هیچ چیز گفتن هم نمی‌شود.
سلامت باشد برادر. خدا از شما راضی باشد. راهی تشکر. دعا کنید خاله جان. آنها کجا شدن؟ بعد چه شد؟ نسرین با تو چی شد؟ از اومدنت بود فکرت پریشان؟ یک کلمه هم نگفتی؟ باران هم احوالت عجایب بود. خود رو در حجره‌اش قلب کرد. مادر جان در کجا بودید؟ ما خواطر شدیم. ایستاده من را راست کنم. آمینه را گرفتنی رفتیم. مگر من از شما میپرسم که شما در کجا میگردید؟ اپای آمینه در کجا است؟ نمیدونم. در خانه پدرشون نبود است مگر؟ پدرش رانده است. من باشم فکر کردم که در اینجا. نه به اینجا ناومدم. باز چی شد مادر؟ آمینه را گرفته آمده؟ نه پدرش از خانه رانده است. وای زن در کجا کندال؟ بین تا حال آمینه نیست. مادر جان من از کجا میدانم؟ از پس کدام کار شدم؟ میدونستی حیران میشدم. ها مادر جان ها، مرا به جای سر گذارید. ابرو از یک طرف، سیبیل از دیگر طرف، مادرم از دیگر طرف. همتون به دلم زدید. شریف، اوستا، قدر را پر کن. مادر جان کم ایستم مونده شدم. بیو اینجا. ندیم بچم آن کرسی رو ده. تشکر. خیر اپا بخیر است. نیمی شب اومدی. گوش کنید. شوهرتون پیسته های کندال رو من سوزاندم گفته گناه رو به گردن خود گرفت. ولی من میدونم که این طور نبود. این طور نگوید. من سوزاندم گفتند. چشمتون رو گریز بندید. برای شرم کردنتون یا اینکه برای دروغ گفتن؟ دروغ نگفتم. به من هم سوزاندم گفتند. در اصل پیسته ها رو شوهرتون نسوزانده. دروغ گفتن شرط نیست. پول گرفتید ها؟ کی میداند چند سال حبس می شود؟ دو تنگایی که گرفتید به چی می رسد؟ التماس حب نکنید. بیا بیا پیشرم. بیا برو.
بینید حق چند کس رو خورده است و حاضر آن کندال در آزادی است. شما اگر گرد نزنید که جواب این رو میدهد؟ آمای پول رو به بیمارخانه دادیم برای مادرم. پول جراحی رو نداده گفته جواب ندادن. خوش اخلونی مادرم در بیمارخانه در خانه مردم بود. احوال ما رو دیده ایستاده اید. نگرفته هم چی کار میکردیم؟ با خدا ما گناهگار نیستیم. دروغ گناهی عجیب است. او در زندان شند به شما که نگاه میکند این را فکر کردید؟ شما گوید دفعه چی کار کنم؟ از ما چی میخواهید؟ چیزی که به من نقل کردی به میلیساوا هم نقل کنید. من با تو میروم. حتی سحر آمده تو رو میگیرم. با شوهرت هم صحبت میکنم. شما نوید مرا در اونجا انتظار شوید. مایه یعنی پیغامی برای ها برادرم قاسم؟ همین طور تمام شد. آخرش به خیر می شود رجب. تو هم صبر کن. تشکر انشاءالله. مرا حتی به سود نبردند. یعنی چی جزا میدهند نمیدانم. بعد با آزادی برایم هم چی می شود؟ به نام خدا ولی اینجا بهتر یا اونجا بهتر است اکنون نمیدانم. رجب، در یک مدت کوتاه تو را شناختم. از دیگران تو آدمی بهتر هستی. تشکر. یک دو چیزم را به تو مانم میگویم. بخیر است؟ با من بیا. یگان کس نبینم. مایش بخیر است؟ چرا اینقدر پنهانی میدهی؟ چیزی پرسم جوابش را شنیدن میخواهم. چه ها میگویی برادر؟ تو در تلفن چی هست گفتم پرسیدم. هیچ چیز نگفتم رسم ها. مرا فکر نکن. بازدیل کردن از را سوراخ میکنم. چیز گفتم؟ از تلفنی من به خانه زنگ زدی و گفت من میبرایم. خانه دوست داشتت را میآورم. میدانم دختران رئیس دیگه میشوند. میبینم این چیز مهم رسم است یا چیز دیگر. ابرو خانم شکایت کردیدن؟ بذار فریاد کنم شما رو با میلیس خانه برد. آدمان بیچاره رو استفاده میبریم. رفته دیدم. فقط آنها رو عذاب میدهیم. قوتت فقط به آنها میرسده؟ به تو هم میرسد، به دیگران هم. تو حالا نفهمیدی زنی شهری با من برابر شده نمیتوانی. من پیش راحت رو هم میگیرم، گوم هم میکنم. طاقتی من طاق شد. من مثل تو کارم را پنهانی نمی کنم. آن آدمی بیچاره پگاه آمده بیانات میدهد. تو جزای خود را میبینی. همینطور میبینیم. این را بکن، تسلیم نشو، سرت را خم نکن. بین چه روی داده ایستاده است. تو اگر کنی انصاف و آدمیگری میداشتی خالم رو به این احوال آورده نمیرساندی. آن کس مادری حقیقی هستند. میدونم که روزی نیستند، غضبین هستند، ولی باز میدونم که مرا میفهمند. آقا از دست جوان چیز میآید؟ نمیآید. آرزوی خالی. ابرو خانم از دست چیزی که آید بکن. کنی بینیم.
شکایت میکرده است. به خانه آدم رفته است. دیده مادر جان شتار به ما چاه میکابد. دیدی هم بچم از گریبان هم گرفتی. همه جوابش روی خاطر این زن. او ابرو خانم شکایت کردنی؟ مایلش رو همینطور دوام ده. الو با من اپای ملک لازم است. منم. شما کیستید؟ ها پس سلامت باشید. رجب خودکشی کرد. سحر در حاجتخانه یافتیم. همدردی مرا قبول کنید. چی شد؟ کی زنگ زد؟ قاسم آماده هستی؟ کجا شدیم؟